ورود نور چشمی ها و رانتی ها به مقطع دکتری. دقت کنید چند هزار نفر رو چپاندند و اینا وارد مقطع دکتری شدن و همه دکتر شدن. الان ما چند هزار آدم از بهترین دانشگاه ایران داریم رانتی که دکترن و تو نمیتونی بدونی که این از کدوم آزمون داده. پس این اول گوش کنید. دو، آمدند گفتن که خب اینا که ما چپوندیمشون بذار شغل بعدیشون رو هم تضمین کنیم. شروع کردن جایابی اینها. مرحله سوم که آقایون در دولت بعدی بعضیاشون رو متوقف کردن چی بود؟ گفتن آقا تو که دکتری تو گرفتی نوش جونت، اومدی با رانت گرفتی مفت و مجان، جایابی هم شدی. دانشگاه ها این قاعده کلی بورس برای از اول خلقت تا الانه، کسی که بورس میشه و جایابی میشه دانشگاه میزبان الزام ندارد که او رو استخدام کنه. دقت کنید. بله الزام نیست، هیچ الزام نداره.